مولانا جان همین 7 کس یک گوه انشاءالله قربانی کردنی هستیم. یک کسی همین برادرامو بینماز است. یک کسی دیگر همین اسکلدی نشوکای سپرتی به کار میکند. همین یگان خلال میرساند مهان قربانی هم بیان. این آدمی نوشاکی سپرتی میفروختگی نمازخانه است؟ نه وای نمیفروشد خودش، همون اسکلد به کار میکند. گروسچی مثل فروختگی کدی برآورده پیامبر صلی الله علیه و همشه یک کردن. حامیله ها آن آدمی که عرق میبردارد، آن آدمی که انگور میکارد با نیتی عرق زواد به سپاریدن انگور مثلا. همون هم اصلش انگور حلال است. فروختن انگور، کشتکار انگور حلال است. لیکن این آدم شرطنامه کرده 10 ساله حاصلش به عرق زواد الکی پیشکی فروختگی. این هم میداره برای همین پیامبر صلی الله علیه و 10 کس لعنت کرده. فروشندش هم، نوشندش هم، ساقیش هم. یک آدم عرق ریزک، همین مردم به خدمت عرق ریخته میتید، خودش نمیخوره و هم لعنتی است. نوشیدگی هم لعنتی است، همین عرق ریخته دادگی هم. آدمی بار برداشته گروس چکم لعنت شده است. مهم نماز میخواند یا نه؟ بله نماز میخواند. نماز میخوانده باشد، در گروسچکی کار میکرده باشد، یعنی که این آدم قربانیش الله علم درست است، لیکن گناه برای کاری کردگیش میگیرد. اما من این آدم بی نماز مشکل است، یعنی این هم قول اختلاف ها هست. لیکن در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اگر دیگر غیر این بی نمازیش دیگر مشکلیش نباشه، لیکن گندگیش همین که نه فقط بی نمازها، حالی با نمازهای ما در عقیده مشکلی دارد. مثلا یک آدم نمازخوان است میگوید که جنت نیست، میگوید های کافر است. جنت همین دنیا هست. میگوید نمازخوان است، حاجی هست، 5 وقت نماز میخواند، لیکن میگوید که جنت و دوزخ نیست. جنت و دوزخ در همین دنیا کاری نقص کردی خوب زندگی میکنی، کاری بد کردی الله جزات میتید. میگوید یعنی که جنت و دوزخ بونی آدم کافر است اگرچه نماز خواندم. فهمیدید؟ یعنی نمازخوانی کافر. یعنی که حالی نمازخوان اینقدر مشکل داره، یا نمازخوان است فالبه میرد، نمازخوان است پیشی سهرگر میرد و کافر است. یعنی نمازخوان ما اینقدر مشکل دارد در فهم دین، در اعتقاد خطاگیاد. یا از قبر یاری میپرسد ای حضرتی فلانی یک قرضامو کلان شد، یک یاردم کنید قرضای صاف کنیم. گفته از مرده یاردم. این از دین برآمد این آدم. یعنی نمازخوان است، مسلمان است. میگوید که مثلا بابای دهقان برای ما خیر کند و بابای دهقان این کند و یا خیلی دعاهای شرکی دارم. یعنی از غیر الله تعالی یاری میپرسد یا از مرده یاری میپرسد. اینا مسلمان نمازخوان میگیرن خداشونه، لیکن از دین بیرون برآمدگی اند. اکنون چی جای آن آدمی که حالی نماز نمیخواند؟ یعنی چقدر مشکلی ها دارد. اگر آدمی که باور کنید من فکر نمی کنم که یک آدم تمام گفته های الله تعالی قبول کند. شریعت حق است، دین حق است، الله حق است، پیغمبر حقند، گوید و نماز بو نخواند. رفت و همین خیل باشدم همین آدم هم نمازش به قربانی و نمازش و دیگر عملاش به اختلاف هست. خیلی به هر حال اختلافی نظری علما هست. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اگر ممکن اگر مشکلش فقط همین که نماز فرضیتش اقرار میکنه، نماز فرض است، میگه باید نماز خوانی، فقط من میگه حالی بدتر میخونم، پنسه و برون بعد میخونم، گفته میگشه باشد، همین آدم مسلمان حساب میکنن. من نه، او بزرگم، من فقط نقل دارم برای شما. امام ابو حنیفه میگن که اگر نماز از سبب تنبلی نخواند و مسلمان میگن مسلمان باشد یعنی قربانیش درست است. که امام بخاری و امام احمد دیگران نه مسلمان نمیگن، اینش هم من نگفتیم. اما امام بخاری تاجیکی که فخر میکنید کو انا منکسفتیم که به نماز مسلمان نیست گفتگی. من نه، امام بخاری تاجیک میگن که نماز به نماز است، اگرچه نماز قبول داره به نماز است و مسلمان نمیگن. برای همین یعنی برای خلاف بروندن بهترش
اون برادرها گوسپند کشن، اون دو نفری گفته که تا یک گوسپند کشن، جان خودشون هم خلاص، جان شما هم خلاص. نه اگر همین قولای من رخصتایی که بعضی علما دادن همین حکت عمل میکنیم گویید، اگر یعنی قربانی کنیده هم میشه. الله المستعان.